درود دوستان، نتیجه ورزشکاران تاجیک در لیگ آسیایی در مسکو دیشب. همه ورزشکاران تاجیک باختند. فقط اوسیم خان رحمانوف مبارزه نکرد چون که حریفش وزنش رو کردن نتونست، 2 کیلوگرم زیاد بود. برای همین اوسیم خان رحمانوف از محاربه دست کشید، درست کرد. چون که ما در خاطر داریم که اعظم غفورov هم همون برای جنگ داوطلبی برای کمربند حریفش 2 کیلوگرم زیاد بود و فکر من یولایف بود در خاطر کلمه که در خاطرش هست نویسه در چیا و اعظم غفورov با قرار یک دلانه دوران همین جنگ داوطلبی رو مغلوب شده بود و فکر من همین خیلی بود کلمه که در خاطرش هست بنویسه. و حافظ سکیبکوف راوند اول رو برد، در راوند دوم خطاگی راه داد، ضربه منع شده زد بازانوش، این اجازه نیست، ضربه غیر قانونی و برای همین از محاربه اخراجش کردن، دیسکوالیفیکاسیش کردن. ضربه بازانو در سر بود وقتی که دستی حریفش در زمین بود، این اجازه نیست. شاید حافظ سکیبکوف میخواست که بونوس گیرد برای نکاوتی محاربه رو بزودی به انجام کرد و برای نکاوت بونوس گیرد، برای همین کمتر سر و سیمه شد شاید و ضربه غیر قانونی زد. به هر حال ما امیدواریم که حافظ سکیبکوف در آینده برمیگردد. او جوان است، جنگ‌های خوب نشان می‌دهد. راوند اول خوب بود، برد، برتری داشت و در دوم راوند خطاگی راه داد و او را از محاربه اخراج کردند. به هر حال پولش رو گرفت، پول کم هم که باشد پولش رو گرفت و ما امیدواریم که حافظ سکیبکوف در آینده خوبتر جنگ میکند، احتیاط‌تر جنگ میکند و دست بالا میشود. اسکندر محمدعلیف در راوند اول برد، راوند اول 100% از روی خودها اسکندر محمدعلیف برد و در راوند دوم خسته شد چون که در راوند اول خیلی انرژی مصرف کرد و راوند دوم خسته بود و حریفش از این استفاده برده او را شکست داد. در آینده ان شاء الله که اسکندر محمدعلیف این خطاگی رو اصلاح میکند، همون کاردیو شدیخانیش خوب میکند و در هر یک راوند همون زوری خودش تقسیم میکند که خسته نشود. این من فکر میکنم که در ورزش کاردیو، همون با قول روسا دیخالکا کاردیو، این همون راهی، همون جای اول رو میبوزد چون که ورزشگرا همش میدونن جنگ کرده، چه خیلی ضربه زدن، چه خیلی گشتین گرفتن، همه را میدونن. فقط کاردیو اونا رو چی میکنه که بایدتیان کاردیو که خوب نباشه خسته میشه، تمام دیگه فکرت فقط در گفتی همون روسو ویژیوات کردن، چه زنده موندن، چه همین وقت است تمام شود. برای همین تو بایمیتی اگر که کاردیوت که خوب باشه ان شاء الله که تو همیشه دست بالا میشوی. این کاردیو تمام، چون که تو الان پهلوانی همه کارت میتونی ضربه زده گشتین گرفتن، فقط کاردیوت خوب که تمام. کاردیوت که خوب باشه تو باور داری که تا آخر جنگ میکنی میبری. جایی که تو میتونی نکاوت کنی این استفاده میبری، نکاوت تست. برای همین اسکندر محمدعلیف جوان است، ان شاء الله که او در آینده اگر سال آینده شروع کند و دست بالا شود شاید بعد 2-3 محاربه با برای کمربند داوطلب شود. مبارک شو خوب جنگ کرد، او هم خوب بود ولی در راوند دوم باخت. نمیدونم، من خیلی خوشم اومد جنگ مبارک شو ولی نمیدونم، اما در اولی راوند دوم 2-3 ضربه خورد دیگه بخت ناومد. فکر کنم همون 2-3 ضربه او درای بکوی خورد که بخت ناومد. بعد همین دوران یرمکوف این استفاده بود و او رو بوقی کرد. دوستان فکر خودتون نویسید در کامنتاریو. این نمیدونم، فریدون اودیلوف نمیدونم تماما جنگ نکرد یا آماده نبود، نمیدونم. وقتی که گفتیم روسو پرخود و نوگی میشه و باید که با پا گذاری همین از دوری میکرد، همون حریفش میدید که فریدون اودیلوف طرفی پا میره و میخواد از پا بگیره و حریف غلطونه گشتین گیرد. همون کارایی که فریدون اودیلوف میکرد الان حریفش میدید همین کارو رو، پیش از این یگان کاری دیگر میکرد، ضربه میزد یا که نمیموند فریدون اودیلوف که پیش بیاد. فریدون اودیلوف همون سرعتش سست بود اونقدر. نمیدونم دوستان، این نمیدونم یک همه انتظار بود که ورزشکاران تاجیک میبرند، این ورزشکاران بهترین تاجیکستان هستند و ما امیدوار بودیم که دست بالا میشوند و متاسفانه این ما با قول روسا میگن ما предполагаем а Бог располагает. ما همیشه همون چی میکنیم و خداوند نقشه خودش داره. برای همین دوستان فکر خودتون رو نویسید در این بابت، در بابت ورزشکاران تاجیک شما چی فکر داره و در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. ان شاء الله که نمیدونم فریدون اودیلوف الان سین سالش هم رفتگی، مبارک شو هم سین سالش رفتگی، 36 ساله الان. برای همین به هر حال ما امیدواریم که اونا خوب تمرین میکنن، برمیگردن، آماده میشون و با دست بالا میشون. دوستان فکرتون رو در کانال مشتی تاجیکی نویسید، در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید و فردا صبح محمد در UFC جنگد
محمد نعیموف و انشالله که ما باور داریم که او دست بالا می شود. این زندگی است، زندگی پستی و بلندی دارد و انشالله که روزی می شود که ورزشکاران تاجیک دست بالا می شوند و ما با آنها افتخار میکنیم. دوستان یک بار دیگر در کانال مشتی تاجیکی ابنا شوید. من فردا نتیجه مسابقه محمد نعیموف رو حتما به شما میرسونم. امیدواریم که او دست بالا می شود. خدا یار و یاورتان بود.